مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. اول برنامه یک معذرت خواهی میکنم، من سرما خوردم، صدام گرفته، آنچنان با هیجان و انرژی نمیتونم اجرا بکنم و تمام تلاش خودم رو میکنم و معذرت خواهی میکنم ازتون. امروز قصدم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های تلویزیون یا اصطلاحاً شبکه من و تو رو که این روزها حسابی جنجال و درگیری بین مردم و مجریان شبکه من و تو بالا گرفته، چرا که میدونید بیش از 70-80 روز از اعتراضات مردم کف خیابون‌ها میگذره و مردم برای به دست آوردن یک زندگی عادی نه خوب و عالی اومدن توی خیابون‌ها و اعتراض کردن. خیلی هاشون رو بازداشت کردن، خیلی هاشون رو بیرحمانه کشتن و خیلی هاشون رو هم معلوم نیست چه بلایی سرشون آوردن. از اون طرف مردم تصاویر اعتراضات و اعتصابات خودشون رو با موبایل هاشون فیلم برداری میکنن و برای شبکه‌های مختلف تلویزیونی، برای یه سری از رسانه‌های اینور آبی اصطلاحاً ارسال میکنن که صدای اعتراض و اعتصابشون به گوش جهانیان برسه. اما این وسط تنها تلویزیون من و تو که منابع مالیش هم مشکوک هستش که امروز هم راجع به این قضیه هم صحبت میکنیم، تصاویر مردم داخل ایران که اعتراض کردن و اعتصاب کردن رو نه شطرنجی میکنه و نه تار میکنه و بدون اصطلاحاً شطرنجی و تار کردن توی تلویزیونش پخش میکنه که انتشار تصاویر مردم بدون شطرنجی کردن و بدون تار کردن ممکنه جون بسیاری از شهروندان رو به خطر بندازه. چرا که در ایران یه قانون خیلی خوب اجرا میشه، اون هم این هستش که در اون مملکت هیچ قانونی اجرا نمیشه و سعی میکنن، حالا افراد رو اگر بازداشت میکنن دیدید دیگه، بیرحمانه که تو خیابون بهشون شلیک میکنن به قصد کشتن و اگر هم شناساییشون بکنن قطعا بازداشتشون میکنن و هزار تا بلا سرشون میارن. و تلویزیون من و تو خیلی شیک و مجلسی ور میداره و تصاویر تظاهر کننده ها رو بدون تار کردن و اصطلاحاً شطرنجی کردن پخش میکنه. فکر کنید طرف با هزار تا زحمت با ماسک و حالا خیلی هاشون هم بدون ماسک میرن توی خیابون، از دست مامورین فرار میکنن برای اینکه بازداشت نشن و هزار تا اتفاق بد دیگه براشون رخ نده. شب میان توی خونه میبینن تصویرشون از تلویزیون من و تو پخش شده، انگار دوربین مداربسته گذاشتن برای شناسایی این افراد. اما از اون طرف مجریان شبکه من و تو که اصلا من نمیدونم اینا کجا رفتن، اصلا درس خبرنگاری خوندن، درس مدیا خوندن. و به هر حال وقتی شما میرید توی تلویزیون بعد یه سابقه کار هم داشته باشید که اکثر اینا سابقه کار ندارن توی لندن، همینجوری برشن بردنشون توی تلویزیوناشون با اشوهای خرکی و با لهجه های خیلی خارجی و با کلاس میانین تلویزیون ها و اجرا میکنن. حالا با اون کاری نداره، به حال راه پیدا کردن توی این شبکه ها. ببینید توجیهشون چیه. گفته که ما در من و تو تصاویر رو تار نمی کنیم. چرا؟ چون 43 سال مردم ایران با ترس زندگی کردن و دیگه کافیه. ما ترویج شجاعت میکنیم نه ترس. باریکلا. الان شما شدید معلم اخلاق. به جای اینکه بیان بگن که بله ما معذرت خواهی میکنیم، اشتباه کردیم، مردمی که ما اعتماد کردن و تصاویر برای ما فرستادن ما باید تار بکنیم چون تو اون مملکت قانون درست حسابی وجود نداره و مردم شناسایی و بازداشت میکنن. میاد میگه ما ترویج شجاعت میکنیم. دقیقاً حکم اون آدمی رو داره که میگه بیرون گود لنگش کن. این وسط یه عده هم بالترن، میگن آقا الان وقت افشاگری نیست، الان وقت تفرقه انداختن نیست، چرا راجع به اینا داری افشاگری میکنی؟ بذار بعداً، بذاریم که اینا حسابی کثافتکاری خودشونو بکنن، بذاریم که اینا حسابی جون مردم رو به خطر بندازن، بذاریم که اینا حسابی باعث شناسایی شدن مردم و دستگیری و بازداشت و کشته شدنشون بشن، بعد افشاگری بکنیم. نه عزیزم، تویی که این حرفو میزنی خیانت داری میکنی به بقیه هموطنات. قبلا هم یه مثال زدم، گفتم وقتی یه شخصی شناسایی میشه ازش آزمایش خون میگیرن که سرطان داره، یه عده میان میگن نگو برای روحیه‌اش خوب نیست.
و میگن الان وقتش نیست. دقیقاً حکم این افراد داره. با بعد بهش بگیم زودتر درمان بکنه. این الان وقتش نیست فقط برای کساییه که میخوان سرپوش بزنن روی موضوع ماسمالی بکنن. همین تلویزیون مناطقی که الان بسیاری از مردم دارن فوشش میدن و هویتش برای مردم رو شده. خب به هر حال چه دلیلی داره تصاویر مردم رو نشون میده؟ چند سال پیش من در رسانه پشت پرده راجبشون افشاگری کردم و همون مردم اومدن به من فوش دادن آقا چرا داری راجب من تو صحبت میکنی؟ اون موقع هم وقتش نبود. حالا همون مردمی که هویت تلویزیون مناطق رو فهمیدن میان از من معذرت خواهی بکنن. ویدیوش در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده است که راجبشون صحبت کردیم. و جالب به جای اینکه بیان از مردم یه معذرت خواهی ساده بکنن که آقا معذرت میخوایم که تصاویر مردم رو پخش کردیم، به در و دیوار و چپ و راست میکوبن که این قضیه رو ماسمالی بکنن. مثلا اینه که مجریشون توی برنامه سمتنو ببین چی میگه. حتی برای تظاهرات وقتی که یه عده زیادی رو تو خیابون میبینیم، همونطور که خودت گفتی، یعنی که اون شخص تصمیم گرفته که بره و تمام اون ریسکایی که ممکنه باهاش مواجه بشه رو میدونه. خب توجیهشون این هستش که میگه که تمام اون کسایی که میان و توی خیابون اون ریسکا رو میپذیرن. به خاطر همین ما تصاویر لانگ، حالا اینو برام نمیدونم سوادش دارن، تصاویر لانگ یعنی تصاویری که انبوه جمعیت رو نشون میده رو ما پخش میکنیم برای اینکه اینا میدونن عزیز من ممکنه که 10 نفرشون رضایت داشته باشن، 3 نفرشون رضایت نداشته باشن. شما با انتشار این تصاویر جون اون 3 نفر رو به خطر میندازید. چرا نمیخواید این قضیه رو درک بکنید؟ بقیه‌اش رو ببینیم چجوری و با تمامی اونها میره برای اعتراضات و وقتی یک جمعیت زیادی هستش این خودش نشون میده که مردم به تمامی اون ریسک ها واقف هستن. اون یکی هم میگه دقیقاً. و اصلا توی قوانین اینجا هم همین شکل هستش. نمیتونی چهره آدم هایی که در حال تظاهرات تو خیابون هستن رو بخوای سانسور کنی. دقیقاً میگه اینجا یعنی کجا؟ یعنی لندن. میاد قوانین لندن رو با ایران یکی میکنه. اولا توی لندن، توی اروپا و هر جای جهان شما اجازه ندارید تصاویر افراد رو بدون رضایت پخش بکنید. حالا چه تظاهرات باشه چه دیگه. اگر اون شخص بره از شما شکایت بکنه میتونه شما رو جریمه بکنه. شما حتی همین صحبتی هم که الان داری میکنی خودش جرمه، چون داری قانون یک کشور رو تحریف میکنی و خلاف قانون رو داری به مردم یاد میدی. همین حرف تو هم اگر یه سری از حقوقدانهای توی بریتانیا و توی لندن ببینن و برن شکایت بکنن برای دردسر ایجاد میشه. خواستم در جریان قرار بگیری. یا مثلا اینه که آقا یه نفر اومده به این مجری شبکه مناطق دایرکت داده، بعد گفته آقا چرا تصویر منو پخش میکنی؟ بعد نوشته یک بار دیگه توهین کنی پرتت میکنم از پیجم بیرون. بعد نوشته من توهین کردم، کو عکس تظاهر کننده ها رو تار کنید وگرنه مردم ایران میدونن باهاتون چیکار کنن. من خودم بلاکت میکنم، زحمت نکش. مجری مناطق این چی نوشته؟ خفه شو. برای یه خبرنگار مناسب نیست این نباید بیاد. متاسفم. ببینید چه نوع رفتاری رو با مردم دارن. بعد اینا میان آخوندا رو مسخره میکنن تو تلویزیونشون. بابا شما که دیگه از اون آخوندا دیکتاتورترید لام از سبا. حالا شما مجری خانم یزدانی یکم بعد سیاست داشته باشی، یکم بعد آشنایی داشته باشی به این موضوعات. توهین میکنی به مردم به جای اینکه به یه معذرت خواهی ساده بکنی. بعد از اون اومدن یه ویدیوی دیگه پخش کردن که تلویزیون دست به هر کاری میزنن که این قضیه ها رو ماسمالی بکنن. ببینیم چی میگن تو این ویدیو. این گزارش رو میگیرم برای شبکه خوب من و تو. میخواستم که با برنامه امید تماس بگیرم اما موفق نشدم. میخواستم اینو بگم به مردم که یه موج رو سایبریا راه انداختن که این شبکه برای جمهوری اسلامی کار میکنه. یه موجی و سایبریا راه انداختن که این شبکه واسه تلویزیون واسه ایران اینا کار میکنه. حالا جلوتر با نشون دادن یه سری اسناد و مدارک به شما نشون میدیم اعمال و رفتار خود مجریهای من و تو این موج رو راه انداختن یا مردم. خب حالا این موج چی بوده؟ چهره رو شطرنجی نمیکنم از این حرفا. میخواستم بگم 13 سال این برنامه داره فعالیت میکنه. مردم فیلم میفرستن، مردم تماس میگیرن، مردم خیلی کارا با این شبکه انجام دادن، خیلی اطلاعات به این شبکه دادن، اما تا امروز گزارشی نبوده که کسی بازداشت شده به دلیل همکاری با این شبکه یا هر چیز دیگه. خب اولا اینکه الان شرایط کاملا، تکرار میکنم، کاملا متفاوت تر از 12-13 سال قبله.
ما شاهد یک انقلاب جدید اسلامی هستیم توی این روزها. اتفاقی که در طول این 12 سال گذشته رخ نداده. الان شرایط از دست دولت و حکومت خارج شده. الان دیگه دارن تیر آخرشون رو میزنن و الانی که دارن به هر در و دیواری میکوبن که بتونن این قضايا رو جمع بکنن. الان 12-13 سال پیش نیست. و از اون مهمتر، ببینید من حالا تصویرش رو عرض میکنم، توضیحاتی بدم. ببینید الان مردم دیگه کم کم دارن آگاه میشن. همیشه هم گفتم آقا شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، باید اون کلمه آبادیه به آگاهی تغییر پیدا بکنه. چرا که با همون کلمه آبادی میان و دوباره قدرت رو دست میگیرن، میگن میخوایم اینجا رو آباد کنیم، یه پولی میخورن. میگن میخوایم اینجا رو آباد بکنیم، یه پولی دزدی میکنن. میخوایم اینجا رو آباد بکنیم، یه پول دیگه دزدی میکنن. به بهانه آباد کردن دوباره چپاول میکنن. ولی اگر مردم آگاه بشن، با آگاهی میگن خب ما آگاهی میدونیم بعد اینجا آباد بشه. آگاهی آبادی میاره، اما آبادی آگاهی نمیاره. به خاطر همین هستش که باید شعار تغییر پیدا کنه به مرد میهن آگاهی. و وقتی مردم آگاه بشن، متوجه میشن که کی داره تو زمین کی بازی میکنه، کی داره تو زمین آگاهی مردم بازی میکنه و کی داره تو زمین پرت کردن حواسهای مردم. و تا طرفم میاد یه حرفی بزنه، اتفاقا سایبریا میان میگن الان وقتش نیست. به خاطر اینکه سایبریا هزینه کردن که امثال این شبکه‌ها در زمانهای مناسب بیان و مردم رو از اون آگاهی که وجود داره دور بکنن. وگرنه کی از آگاهی بدش میاد؟ کی دوست داره که اینا سر کار باشن؟ ببینید هر کسی که بخواد چپاول و دزدی بکنه، هر کسی که بخواد قدرت رو دست بگیره، مردم از آگاه کردن به دور میکنه. میگه اگه مردم آگاه بشن، آگاه میشن که من دارم چپاول و دزدی میکنم، آگاه میشن که من دارم فلان کار رو انجام میدم. اگر مردم سواد رسانه‌ای داشته باشن، چیزی که اولین بار ما در رسانه پشت پرده راجع به سواد رسانه‌ای صحبت کردیم و گفتیم باید مردم سواد رسانه‌ایشون بره بالا. و کیا به ما جبهه گرفتن؟ کسایی که رسانه‌دار بودن و قدرت داشتن. میگفتن اوه این داره میاد یه سوادی رو افزایش میده، دیگه ما نمیتونیم چپاول و دزدی بکنیم که، پس بهترین کار این هستش که به خودش هم حمله کنیم، که اعتبارش رو بین مردم خراب بکنیم و باعث بشه که از دور خارج بشه. شما نگاه بکنید ما هر چی افشاگری کردیم بعدش مردم بهش رسیدن. از سلبریتی های حکومتی بگیر، از سایبری ها بگیر، از نمیدونم بازیگرای اصطلاحاً اینور بازیکن بگیر، از شبکه‌های ماهواره بگیر، از بلاگرها بگیر، از شهردار بگیر تا نماینده‌های مجلس بگیر، آشتی به همشون هم هست. به مرور زمان همشون دارن یکی یکی دستشون برای مردم رو میشه و هر چقدری که ما فوش داریم میخوریم، به مرور زمان هم داره به اعتبار رسانه‌مون اضافه میشه، به خاطر اینکه مردم در طول زمان و تاریخ ثابت کرده که ما همه حرفامون درست بوده. به هر دری هم زدن دیگه، برای من اینترپل بریدن، نمیدونم برای من الکی اتهامات واهی درست کردن که منو دستگیر بکنن، به اصطلاح خودشون برگردونن. هر کاری که از دستشون برمیاد انجام دادن دیگه ته زورشون این بود. و بازم برمیگردم به حرف قبلیم که مردمن که باید آگاه بشن. حالا اینا میخوان به هر دری بزنن، بعد میگه که تا الان 13 ساله که این تلویزیون داره فعالیت میکنه کسی رو دستگیر نکردن. خب بله، خب اتفاقا شما با این حرف داری خودزنی میکنی، خب حتما خودتون بودن که دستگیر نشدن. بعد سوال مهمی که وجود داره این هستش، تلویزیون من و تو، شمایی که تو طول این چند سال به قول خودتون 13-14 سال فعالیت یک دونه آگهی، یک دونه تبلیغات پخش نکردید، بودجه‌تون از کجا اومد؟ یک دونه تبلیغات پخش نکردید. پول میگیم آقا یوتیوب میتونه درآمد کسب بکنه مثلا برای 2 نفر 3 نفر 4 نفر، نه برای شمایی که 200 کارمند دارید. شما منبع درآمدتون هم نمیتونه یوتیوب باشه. یه عده میگن مثلا از یوتیوب. تبلیغات هم که نمیگیرید. کی عاشق و چش و ابروی مردمه که برمی‌داره 13 سال مفت و مجانی برای مردم برنامه تولید میکنه، کپی رایت نمیدونم گرونترین برنامه‌های تلویزیونی رو میگیره؟ آیا برای این نیستش که
مردم رو سرشون رو گرم بکنید که سرگرم بشن و تایمشون دیگه صرف آگاهی نره؟ اگه غیر از اینه بیاد بگید شبکه‌ای درست کرده بود، یه برنامه درست کرده به اسم شبکه نیم، عروسک تمام افراد سیاسی رو ساخته بودن غیر از عروسک خامنه ای. اینو هم بیاید جواب بدید. این اولین سواله. 2، بودجه‌تون رو از کجا میارید؟ برای مردم مهمه. شما مگه راجع به آخوندا شفاف سازی نمی‌کنید؟ برای مردم هم مهمه که شما بودجه‌تون رو از کجا میارید. اگر بودجه‌تون مشخص بشه متوجه میشن مردم که شما خط فکریتون از کجاست. وقتی اسناد مالی شبکه من و تو رو نگاه میکنیم، هر سال این شبکه زیاندهه نه سودده. بریم جلوتر نگاه کنید ببینید مجریان این شبکه چی میگن. که فقط مردم آبادان نیستن، کل ایران عزادارن و اینکه اتفاقات متروپول امیدوارم هزینه های این اتفاقات رو حداقل تقبل کنن این افرادی که تو داشتی اسم می‌بردی. ما اسم نمی‌بریم، چرا. رهبر عزیز کاش تقبل کنه. رهبر عزیز خود بسیجیا و خود اون بمالا و خود اون حکومتیا نمیگن رهبر عزیز، یعنی قفل این کلمه. اینا این ور میدون وایستادن و میگن رهبر عزیز. ای جان به شما. خب بریم جلوتر. یادتونه چند سال پیش به اصطلاح گفتن اینستاگرام سالومه هک شد؟ یه نکته جالبی وجود داره. من همون موقع هم افشاگری کردم که آقا این هک ساختگیه از توسط خود عوامل من و تو، شاید به دستور سایبری های داخل ایران اتفاق افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این هک اتفاق افتاد فقط اسکرین شات چت های سلبریتی های داخل ایران لو رفت. چرا چت بین او و مسیح علی نژاد لو نرفت؟ چرا چت او و مدیران شبکه من و توی افراد مهم سیاسی تر خارج از کشور لو نرفت؟ فقط چتش با سلبریتی داخل ایران لو رفت به خاطر اینکه برای سلبریتی داخل ایران دردسر ایجاد بشه و یه کاری بکنن که این سلبریتی ها مهاجرت بکنن، بعد همین تلویزیون من و تو بیاد برنامه تولید بکنه و بگه اون حکومت باعث فرار سلبریتی ها شد. چتش با پرویز پرستویی، تامینه میلانی و رضا صادقی و ارجنگ امیرفضلی و شهره لرستانی و علی اوجی و بروز ارجمند و شهره سلطانی، علی انصاریان، مرحوم علی انصاریان و که رابطه‌اش حالا با سالمه مقداری هم چیزتر بود، حامد پهلان و مهناز افشار و مهراب قاسمخانی و امیر مهدی ژولو و رضا بهمنی که الان مهناز افشار و حامد پهلان و برزو ارجمند در حال حاضر برای همیشه از ایران خارج شدن و علی انصاریان هم خدا رحمتش بکنه فوت کرده. ولی خب همین اتفاق باعث شد که این چتا باعث خروج 2-3 نفر شد، باعث دردسر واسه خیلی هم شد که این قضیه حتی توی تلویزیون پشمک خیاری صدا و سیما 23 هم رفت. خب طبیعیه دیگه احتمال اینکه هک توسط خودتون اتفاق افتاده باشه به صورت سوری که برای این افراد دردسر ایجاد بشه هست، وگرنه چتاتون با بقیه افراد سیاسی، به خاطر اینکه اون هکره باید براش مهم باشه که چت تو با مدیر شبکه و مجریای من و تو ایکس و وای زد چیه، نه سلبریتی های داخل ایران. بعد اونا هم لو میرفت، چرا اونا لو نرفت؟ پس نتیجه میگیریم که هک با همکاری سایبری های داخل ایران اتفاق افتاده بوده. ببینیم 23 چی گفته. از دیروز یک خبر افشاگرانه هم تونست خودش رو به داغ‌های مجازی تبدیل کنه. با هک شدن صفحه اینستاگرام این چهره که از مجریان شبکه من و تو در لندن است و تقریباً شیوه رفتار فردی او و البته سیاست‌های ضد ایرانی رسانه‌ای که در آن کار می‌کند برای بسیاری مردم عیان و هویداست، مشخص شد ظاهراً تعدادی از چهره‌های هنری و همچنین هدف تیرشون خورد به هدف ورزشی داخل کشور با این فرد در ببین اسکرین شاتش با تمام ارتباط بودند. اینا اکثرش که بارها رفتارهای ضد دین، ضد انقلاب اسلامی و ضد فرهنگ و ارزش‌های مردم ایران را مستقیم یا غیر مستقیم از خود نشان داده. سردار ژنرال حاج قاسم که شاید یکی از نمونه‌های آخر آن خوشحالی از ترور حاج قاسم سلیمانی باشد.
حالا کاربران فضای مجازی بار دیگر و با افشای پیام‌های دوستانه‌ای که میان برخی چهره‌های کشورمان با این مجری شبکه من و تو رد و بدل شده، واکنش‌هایی از این قبیل دارند که چگونه می‌شود بعضی اصطلاحاً سلبریتی‌های داخلی با کسانی در ارتباط باشند که سال‌هاست به عنوان بازوی رسانه‌ای دشمن از هیچ فعالیت ضد جمهوری اسلامی ایران دریغ نکردند. آفرین. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش رو که هک صفحه سالومه توسط کیا بوده. این بعد درس عبرتی بشه واسه بقیه سلبریتی ها هم که نرن با این افراد ارتباط بگیرن، حالا چه در شبکه من و تو، چه ایران اینترنشنال یا چه سایر شبکه‌ها. نمونهش هم داشتیم دیگه، اون یارو رستنبور بود کی بود که اومد به دروغ گفتش که آره علی کریمی تو دبی بوده، بعد خبرنگار همین تلویزیون هم هست با یه جست اینجوری میشینه جلوی دوربین، همونی که با پول جمهوری اسلامی به عنوان خبرنگار جمهوری اسلامی اومد خارج از کشور و پناهنده شد، خبرنگار ورزشی. آره علی کریمی تو دبی بوده و مهران مدیری اومده بوده باش قرار بذاره تو دبی، فهمیده بوده و عملی، یعنی یه جوری هم از جزئیات عملیات میگه، یعنی ولگی حرکت تو آبادان و ما برای بچ قفله. بعد از اون طرف مهران مدیری گفت من اصلا اونجا نبودم، سوئد بودم، اتریش بودم، اصلا یه جا دیگه بودم. علی کریمی هم که اصلا 2 ماه اصلا از دبی رفته کانادا. بعد اینا از جزئیات میگفتن همه تو هفته دروغ هم میگن، دروغ هم که شاه خودمون نداره که بعد از اون علی کریم همشون زد آنفالو کرد که فازتون چیه بابا. بعد من اومدم گفتم بابا این عملیات این همچین پیچ، ویدیو من هست 2 هفته پیش، برید کامنت های زیرش هم بخونید. اومدن من فوش دادن داداش تو حتما از اون حکومتی فلانی این عملیات پیچیده توسط نهادهای امنیتی افتاده بود این صحبت‌ها و اینا از جزئیات میدونستم، تو داری مسمالی میگه. گفتم بابا یه همچین عملیات پیچیده ای اصلا لو نمیره که بخوان اینا بگن. بعدش هم گندش بالا اومد دیگه، علی کریمی سر از کانادا در آورد. حالا مصاحبهش هم با مکس امینی میگن تو امریکا، ولی من فکر میکنم توی کانادا باشه چون یه سفری هم اومده بود احتمالاً علی کریمی آلمان. حالا خودش از جزئیات سفرش میگه، اینا یه سری از جزئیاتو میگفتن اصلا آدم مغزش سود میکشه. در صورت بحث اصلی خارج نشیم، 2 تا سوال دارم از برای بچه من و تو. سوال اول اینه که بودجه شبکتون رو شما از کجا میارید؟ در حال شما که به آخوندا میگید دزد، بین اون میگید دزد، دنبال شفاف سازید، خودتون هم شفاف بکنید. راجع منم اگه میخوام، چون ممکنه بگم چرا خودت شفاف شدی، ما از یوتیوب دارم پول در میارم، این که مشخص. بودجهتون رو از کجا میگیرید؟ 2 اینکه بودجهتون رو از کجا میگیرید؟ 2 تا سوال خیلی مهمه که هر 2 تا سوال هم یه سواله. اجازه خیابانی بود. البته این افشاگری قسمت‌های دوم و سوم هم داره، تحلیل و آنالیز می‌خوایم بکنیم. اسناد مالیاتی شبکه من و تو رو به حال میدونید که اتحادیه اروپا شما اگر مالیات رد بکنید اسناد مالیاتیتون در دسترس عموم هست، خیلی هم اسناد محرمانه و پیچیده‌ای نیست. تحلیل و آنالیز می‌کنیم ببینیم دخل و خرج شبکه من و تو چی بوده و بودجه‌اش از کجا میاد که دستتون بیاد که چه هزینه‌های میلیاردی کردن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون هستم.